یک سلام گرم تابستانی خدمت تمام بیننده‌های چینل پژواک زندگی. من خب دوستای عزیز در این روزها بیخی مصروف دیدن از این سریال خود بیخی دیش گم کردیم. هر روز قسمت‌های گذشته‌اش هم میبینم، نوش هم میبینم. این سریال نام خدا چنان گل کرده که اصلا پرسان نکو، مثل همون سریال تلسی یا کسوت زندگی که در تلویزیون طلوع نشر می شد. اما قسم انشاءالله که به قله‌های موفقیت برسه و جایگاه بهترتر از او را دریافت بکنه در تمام بین سریال هایی که در تلویزیون ها نشر می شود. با واقعیت که یک داستان بسیار نازنین خوبش داره. من هر روز این را تعقیب نکنم و نبینم یک قسمتش به مثل ایدی که چیزی را گم کرده باشم و باید ببینمش. اصلا که به اصطلاح عامیانه ما شما بگوییم که بدون دیدن این سریال گزاره من نمیشه. باید این سریال هر روز من ببینم و پای چینل یوتیوبی از اینا بشینم و جا دارد یک تشکری خاص از تمام دستاندرکاران از این سریال بکنم، از تمام کسایی که در نوشتن داستان از این، در همه چیزی از این کار کردن تشکری خاص بکنم. و شما نظرتان در مورد بگوین و فراموش نکنین که چینل ما را هم سابسکرایب کنین و با دوستانتان هم شریک بسازین.